اگه دنبال فیلمایی هستی که بعد از تموم شدنش هنوز ذهنت درگیرش بمونه، این 5 تا رو حتما ببین. قول میدم تا چند روز فقط بهشون فکر کنی. 1. جزیره شاتر، یه فیلم جذاب و دیدنی با نقش آفرینی لئوناردو دیکاپریو و مارک رافلو. سال ساخت 2010. یه کارگاه میره به یه جزیره روانی برای تحقیق درباره یه بیمار فراری. ولی هرچی جلوتر میره واقعیت و خیال قاطی میشن. پایانش اونقدر شوکه کننده است که بعدش تا مدت‌ها ذهنت درگیر میمونه. 2. پرستیژ، سال ساخت 2006. داستان دو شعبده بازی که برای ساخت بهترین تردستی دنیا با هم رقابت میکنن، ولی کم کم رقابتشون تبدیل میشه به یه وسواس و جنون. کارگردان کریستوفر نولان جوری فریبت میده که آخر فیلم تازه میفهمی از اولش گول خوردی. 3. دختر گم شده، سال ساخت 2014. یه تریلر روانی از دیوید فینچر. زن یه مرد به طور ناگهانی ناپدید میشه و همه انگشتا به سمت شوهرش میره. اما هر چقدر فیلم جلوتر میره متوجه میشه هیچ کس اونطور که نشون میده نیست. روایتی از دروغ، کنترل و تصویرسازی در دنیای مدرن. 4. زندانیان، یه فیلم جنایی در سال 2013. دو تا دختر بچه گم میشن و پدراشون خودشون دست به کار میشن. یه فیلم تاریک و پرتنش با بازی خفن هیو جکمن و جیک جیلنهال. در طول این فیلم از خودت میپرسی اگه جای اون پدره بودی چی کار میکردی؟ و آخری 5. فیلم انسجام، یه مهمونی ساده بین چند تا دوست و وقتی که یه دنباله‌دار از آسمون رد میشه، از اون لحظه همه چی عجیب میشه. یه فیلم علمی تخیلی کم هزینه ولی با ایده های باحال که مغزتو منفجر میکنه. اگه دنبال فیلمایی هستی که بعد از دیدنش هنوز بهشون فکر کنی، 5 تا بهترین شروعن. تو کامنت بنویس کدوم رو دیدی و اگه فیلم مشابهی سراغ داری خوشحال میشم برام کامنت کنی و تو قسمت بعدی معرفیش کنم.